ما برای ازدواج کسی رو انتخاب میکنیم که تقریباً 80% خصوصیاتی رو که ما میخوایم داشته باشه. تا موقعی که رابطه خوب پیش میره 80% رضایت ما حس 100% بهمون میده و حالمون بسیار خوبه. اما وقتی مشکل پیش میاد و رابطه خراب میشه اون 80% نادیده گرفته میشه و 20% رو که طرفمون نداره دیده میشه و به چشم میاد. بعد یه مرد یا یه زن ما بین این روابط عاطفی بد ما با همسرمون از راه میرسه که اون 80% رو که ما قبلا دوست داشتیم رو اصلا نداره، ولی اون 20% رو که طرفمون نداشت رو داره. در اینجا ما اون 80% رو که باعث ازدواجمون شد رو فدای 20% رو که شخص جدید داره میکنیم و کل زندگیمون نابود میشه. میریم سراغ اون 20% و بعدها متوجه میشیم اون 20% کل چیزیه که اون مرد یا زن جدید میتونه به ما بده و این رابطه هیچ وقت جوابگو نیست، چون خیانته. آگاهی رمز خوشبختیه و خوشبختی یک انتخاب.